به تبریک میگم. امروز مأموریت جدید داری. اینجا یه استخر قدیمیه که سالها پیش بر اثر آتش سوزی همه کسایی که اون تو بودن جونشون از دست دادن. به ما گزارش شده که شبها هنوز صدای کمک و چیخ و فریاد میاد. از تو میخوام که دنبال اون صداها بری و پیداشون کنی. اون صندلی خالی جلوی در جای نگهبان اینجا بوده. میگن بعد از آتش سوزی جنازش هیچ وقت پیدا نشد. حواست جمع باشه. موقع قدم زدن همه گوشه کنار و دیوارها رو چک کن. امشب باید پیداش کنی. به داخل آب زل نزن. ممکنه تصویر خودت رو ببینی که داره بهت لبخند میزنه. فقط نفستو حبس کن و برو جلو. نباید صدای قدم‌هات بیاد. و اما